سلام بچه ها، خوش اومدین به ویدیو آموزشی دیگه از من. امروز آموزش جلو موی خامه ای رو داریم که با هم بریم انجامش بدیم. همونطور که تو تصویر دیدین 8 تا 8 ابرو رو برای جلو مو جدا کردم. بعد موها رو لایه لایه به صورت اولیو جدا میکنیم. شونه میکشم، اتومو رو بر میدارم و همونطور که تو تصویر دیدیم فلش کشیدم، به حالت نیم دایره بکشیم، به حالت خط صاف نکشیم. چرا میگم به حالت خط صاف نکشین؟ چون زمانی که ما به خط صاف میکشیم اتومو رو، اون پفی که ما میخوایم رو به همون نمیده توی جلومون. پس ما هم به صورت نیم دایره میکشیم که اون پفی که ما میخوایم رو به همون بده. خب میرم سراغ لایه بعدی. شونه میکشم، به حالت دستم نگاه کنین. من این حرکت رو چند بار توی ویدیو نشون دادم که قشنگ ببینین. لایه آخرم میکشیم، میریم سراغ مرحله بعدی. حالا دوباره مو رو به صورت اوری لایه لایه جدا میکنیم، پوش ریشه میدیم. حواستون باشه پوش ریشه رو توی 1 سانت ریشه بدین و بیشتر از اون نباشه. بعد تافت میزنیم. دوباره لایه بر میدارم، پوش ریشه میدم و تافت میزنم. ما میخوایم مو رو پوش بدیم توی 1 سانت ریشه. هدف ما از پوش دادن گره انداختن به مو نیست. اینو حواستون همیشه باشه که توی 1 سانت ریشه باشه. بیشتر از اون باشه کارمون قشنگ در نمیاد. اگه نظری دارین به هم بگین توی کامنت ها، با هم در ارتباط باشیم. خیلی خوشحال میشم. خب حالا لایه لایه جدا میکنم، پوش ریشه میدم و تافت میزنم. حالا پوشمون که تموم شد، برای وزگیری روی مو رو قشنگ شونه کشی میکنم، بهش تافت میزنم، دوباره شونه کشی میکنم تا روی کار قشنگ در بیاد. حالا فرقی نداره با چنگالی باشه با شونه معمولی باشه، بعد تافت شونه کشی کنید. حالا انتهای مو رو همونطور که میبینی یه پیچ دادم و مو رو با دستم هل میدم به سمت جلو تا اون حالت و شکلی که ما میخوایم رو بگیره. بعد فیکسش میکنم. یادتون باشه همیشه به محض اینکه حالت دادین سنجاق نزنین. اول با لاینر قشنگ فیکسش کنین. روی مو رو اگه بخواین یکم حالتش رو تغییر بدین، مثل من بخواین یا حالا یه حالت خطی روی مو ایجاد کنین، اول با لاینر انجام بدین بعد فیکسش کنین. حالا من اینجا یکم میخوام اون حالت 1 نواختی رو درش بیارم و خطیش نمی کنم چون سلیقه من نیست. یکم فقط از اون حالت 1 نواختی میخوام در بیاد. حالا اینجا به اون حالتی که میخواستم رسیدم و سنجاقم رو زدم، روی مو دست میکشم، شکل میدم بهش،
و تمام. مرسی که ویدیو من رو تماشا کردین.